به ما بگید. من خیلی درس خوندم. همیشه هم تنهایی درس خوندم. حتی یک بارم ماشین پدرمو نگرفتم که باهاش برم خونه دوستام درس بخونم. پسر گوش بده ببین ماهواره چی میگه. پیامتون به بچه‌های پشت کنکوری چیه؟ پیام من اینه که هیچ وقت ماشین پدرشونو نگیرن و بشینن توی خونه درس بخونن. بفرما. بابا من این حیوانی میشناسم. پدرش خیلی خرپول و با پارتی نفر اول کنکور شد. ضمناً این خودش 2 تا ماشین داره. مگه خیر با ماشین پدرش بره بیرون؟ خفه شو پسر. اگه اینجوری بود که ماهواره پخشش نمیکرد. در حال ماهواره یه رسانه معتبره. بی خودی چیز پخش نمیکنه. خب در ادامه نظرتون رو جلب میکنم به تماشای برنامه روانشناس خانواده. خانمای خونه‌دار باید توجه داشته باشن که مردایی که برای گوشی خودش رمز میذارن عمدتاً خیانتکار هستن. آره اونا عموماً با زیرپوش و پیژامه هستن. بابا